ایکاروس و پدرش دیدلوس که صنعتگری ماهر بود به خاطر نافرمانی از مینوس پادشاه کرت به زندان افتادند. مینوس بر خشکی و دریا تسلط داشت. فرار از طریق پرواز هم در اون زمان غیر ممکن. پدر برای رهایی از زندان نقشه ماهرانه‌ای کشید. با ابزار و وسایل ساده‌ای که داشت برای خود و پسرش بالهایی از جنس پر ساخت. اونها رو با موم به هم چسبوند. دیدلوس در روز فرار به پسرش میگه به حرف پدرت گوش کن تا پرواز کنیم و از اینجا بریم. زیاد بالا پرواز نکن چون اگر خیلی بری بالا بالها طاقت گرمای خورشید رو ندارن. عملیات فرار به خوبی پیش میرفت تا اینکه ایکاروس دچار غرور شد و هیجان زده بالا و بالاتر رفت تا اینکه موم‌ها ذوب و بالها جدا شدند و او به داخل دریا سقوط کرد. ایکاروس میتونست به پدرش گوش کنه، اتفاقی هم براش نیفته. با بهبود بالهاش بارها و بارها و حتی بالاتر هم پرواز کنه. البته این همه داستان نبود، چرا که بعد از انقلاب صنعتی تعمداً بخش مهمترش رو جدا کردن. بخشی که پدر ایکاروس به او گوشزد کرده بود بیش از اندازه پایین هم پرواز نکن، زیرا رطوبت و آب بالهات رو سنگین کرده و حتما سقوط خواهی کرد. این بخش رو حذف کردن چون صاحبان قدرت و صنعت میخوان پایین بپریم. باور کنیم اطاعت، حرف شنوی و هماهنگی کلیدهای موفقیت هستن. این همون فریب ایکاروسه، یعنی حواست باشه متمایز نشی و منطقه آسایش فعلیت رو هم امن بدونی. با وجودی که پرواز در سطوح پایین به شکلی فریبنده امن به نظر میرسه، اما هیچ وقت موفقیتی دلخواه رو در پی نخواهد داشت. کسی که خود رو به پرواز در سطوح پایین عادت بده با استانداردهایی کمتر از اون چه شایستش هست تطبیق داده میشه. به راحتی نمیتونه خود رو در پله‌های بعدی و موفقیت‌های بیشتر تصور کنه. با پایین پریدن یا نبودن در جایی که باید باشیم، نه تنها به خود بلکه به کسایی که ممکنه از تلاش ما سود ببرن هم ضرر میرسونیم. باید انتخاب کنیم که یا یک چرخدنده قابل جایگزین در هرمی باشیم که از همه کمتر حقوق میگیره، یا مؤسس یا مالکی که گرداننده هرمه، و یا برای بیشتر ما بهترین انتخاب ممکن اینه که مهره حیاتی باشیم. اونی که بدون اون نمیشه ادامه داد، کسی که خلاق پیدا میکنه بعدش باید چی کار کرد. منطقه آسایش فعلی من و شما دیگه ناحیه امنی نیست. در دنیای امروز اون دفتر کار شیک و شرکت معتبر یا عنوان شغلی مدیریتی هم مثل سابق امن نیستن. در برابر تغییرات ایستادگی کردن هم دیگه مشکلی رو حل نمیکنه. منطقه آسایشی که بر اساس مطیع بودن ما ساخته بشه بسیار نزدیک به امواج خواهد بود.